اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظیم. دیگر آیت کریمه ای که در همین سوره بقره الله در باب روزه‌دارا چی میگوید؟ چی میگوید الله؟ شهر رمضان انزل فیه القرآن. دیگر فضیلت این ماه مبارک چی هست؟ من وقتی که شهر میگویم شهر رمضان، قرآن این عربی است. شهر در لغت عرب معنای ماه را میدهد. ماه امروز تا امروز بعضی از همون گویم عقیده های جاهلیت، بعضی از همون زنای بی سواد و کرسوادی که گویم وجود دارند و مردم هم میگویند که ماه رمضان 1 روز است یا 2 روز است یا 3 روز است، فقط این ملاها و داملاها و عالمها از بین گم کردند، نمیدانند که همون روز عنیقش کدام وقت است. از این خاطر این 1 ماه روزه میداریم. این عقیده تا حال در بین مردم وجود دارد. شما قرآن گوش اندازین که الله میگه شهر رمضان. شهر در کلمه های فارسی ما و شما یک قطعه را میگن، یک گوشه را میگیم شهر کولاب، شهر دوشنبه، شهر فلان فلان. لیکن در عرب ها کلمه شهر استفاده میشد به ماه رمضان. اما این خودش معلوم است که خواه 29 روز است خواه 30 روز است. ماه هیچ وقت ببین عصر از 100 سال کم نمی شود. سال میگویم از 365 یا 364 یا 366 روز کم نمی باشد. در برابر این ماه وقتی که گفتیم این 29 روز یا 30 روز افاده میکند. از این خاطر پروردگار شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن میگوید این ماه رمضان ماهی هست که در این ماه چی نازل شد؟ چی؟ قرآن نازل شد. هدی للناس و بینات من میگوید ان هذا القرآن الذي ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. پروردگار میگوید این قرآنی که به شما خدا نصیب گردانیده است این راه دارد استوارترین و مستحکمترین راه برای سعادت دنیا و آخرت شماست. شما این کتاب از دست ندهید. این کتاب شما به هیچ دین عوض نکنید که خار میشوید، شرمنده میشوید، پول وای تمام میشود. امروز در پایتخت آوازه ها می آید که مخصوص گویم خانه های وجود دارد که مردم تبابت میکنند. وقتی تبابت که تمام شد چی میگوید؟ میگوید برای من پول تو در کار نیست، مرحمت دین نصرانی داخل شد. ما مردمی هستیم که غمخوار شما هستیم، دین ما را قبول کن. لیکن نمیدانیم که شفا از جانب پروردگار است و یک زمان گوییم که یک امتحان پروردگار به تو را یک شفا داد. لیکن وقتی تو دین قبول کردی چنان دردت میداد که ابدی از جایگاه خواب خیسته نمیتانی، ابدی فلج خواب میکنی. دیگر اون حالت 1000 توبه و تضرع کنی الله تو را دیگر بنده خاصش قبول نمیکند. زیرا تو دیگر از ناامیدی شدی، تو زمان قوت داشتی دین تا عوض کردی. الله میگه فریفته نشوین. این فقر و ناداری را چیکار کنین؟ این فقر و ناداری را طاقت کنین، لیکن دین بیگانه را قبول نکنین. حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمت و مغفرت کند میگه روده هاش صدا داشت. چگونه یک آدم خنکی میزند و روده ها همین قر 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 کلم میگردد. حضرت عمر
چی داشت؟ میگه صدا داشت، رودهاش آواز داشت میگوید. لیکن میگفت ای نفس، میگفت تا زمانی که این قحطی و گرسنگی از این مدینه منوره برداشته نشود برای تو خوراک حرام است، برای تو خوراک درست نیست. حضرت طاقت کردند. دویم عمر ثانی میگن عبدالعزیز وقتی میگه به خانهش در آمد، دوستان خدا را بینید. امروز ما و شما که الحمدلله با منزله اونها فقر نداریم، با منزله اونها ما کم بغل نیستیم. وقتی خانهش در آمد میگوید دختراش همگی میگوید از خانه گریخته خانه دیگر در آمدن. حضرت عبدالعزیز حیرت دمان عائلش پرسید آخه من پدر بیرحم نیستم، من پدر بی انصاف نیستم، من با این فرزندام نوازش دارم، چرا فرزندا از پیش من گریختند؟ چرا در نزد این سفره و دسترخوان من ننشستند؟ زمانی که عبدالعزیز در خلافت بود، پادشاه بود، شما تماشا کنید دسترخوانش چی داشت؟ مادرش چی گفت؟ اون کمپیرش گویم زنش گفت ای عبدالعزیز، گفت این گریختن دخترها گفت از بی انصافی و بی رحمی تو نیست. گفت من میدانم تو بسیار پدر مهربان و با شفقتی، لیکن الحال در خانه بجز پیاز چیزی نبود. اونها فقط پیاز خوردن، دهانهای اونها که بوی پیاز میکرد، اونها از پیش تو دور رفتن تا که از بوی پیاز طبیعت تو ناآرام نشود. این به این خاطر این خانه را ترک کردن. گفت به یک پیاز حضرت عمر به سر بردن، لیکن اسلام با دندانهای کرسی داشتن، اسلام از دست ندادن. این آیتهای قرآن برای خودشان دلیل کردن، مستحکم داشتن، میدانستن که آینده راحت در این اسلام است. الله میگوید این الدین عند الله الاسلام. یقین دانین ای مردمی که امروز در روی زمین زندگی دارین، یگانه دینی که در نزد من نجات دارد و اسلام است. و جز اسلام دیگر هیچ دین را تکیه نکنین که لن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. الله گو هرگز آن دین از شما قبول ندارم و شما از جمله زیانکار و شرمنده و بی عزت و بی حیاترین مردم در روز قیامت میشوید. دین تا عوض نکنید. انه لکتاب عزیز. پروردگار میگوید این کتاب من بسیار عزیز است، بسیار ارزش خیلی کلانی دارد. برادرای عزیز، و پروردگار در قرآن میگوید غیر ذی عوج. ببین الله میگوید که این قرآنی که شما در دست دارین عوج ندارد. عوج چیست؟ عوج گفته با زبان فارسی ما کجی را میگویند. در قرآن هیچ کجی وجود ندارد. در قرآن هیچ گویم وحشانیت وجود ندارد. قرآن برنامه های فقط تربیوی دارد. گوش اندازین. الله در سوره اسراء چی میگوید؟ همین قرآنی که ما و شما با او ایمان داریم. و بالوالدین احسانا. و بین ای بنده های خدا میگوید وقتی شما صاحب پدر و مادر که باشین، با پدر و مادرتان مهربانی کنید. و یا موی سفید خانه و یا گویم جایی که برای نفقه خورهاست میبرن میسپارن، اونجا نسپارش. الله میگوید و یا نوازش کن و یا احترام کن و یا دعاش بگیر. چی جای غلط است؟ چی جای غلط است؟ و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. پروردگار میگوید اگر تو بچه بابایه رسیدی و عقل شدی، نگاه میکنی که یا پدرت زنده است یا مادرت زنده است، پیران سال هستند، اونها را نوازش کن، اونها را تربیه کن، اونها را از خودت راضی کن. لیکن بالای اونها ولا تقل لهما اف، تو بالای او اف نگو، بالاش اف نگو. بار یک دوستی خدا را گوش کردم در تلویزیون، در بالای کلمه اف یک سخنی گفت که بار یک جوانی گفت در دستش گفت در یک ظرف طعام داشت، آمد به پیش مادرش بالای این جوان بسیار قهر و غضب داشت. این جوان باشد برای خاطری سخن الله این مادر پیر و این مادر غضبناک احترام میکرد، آورد طعام در پیش مادرش میگد با دو دستی تعظیم گذاشت. مادر که غضب آلود بود
مادر که بالای این فرزند خیلی گویم غضب کلام که داشت، همین طعام برداشت و بالای همین فرزند پرتافت. فرزندی مسلمان، فرزندی که پیرو قرآن است، پیروای قرآن را تماشا کنید. شما امروز گویم داده کلمه چند آدمانی که امروز قرآن گویم کتابی به عدالتی و کتابی جنگجویانه می شمارند، به خدا قسم اونا خودشان جنگجو هستند. این قرآن جنگجو نیست. قرآن سر به سر پند و نصیحت است. وقتی که میگه همون خوراک در بالای فرزند حواله داد، فرزندی که قرآن خوان مسلمان میگه سرش پیش کرد، بالای مادر را نگاه نمیکرد. مادر وقتی احوال فرزند که دید یک سیله رحم، مادر غمخوار می شود. او بچه‌م گفت این شوربا خیلی گرم بود، لباسی تو را من آلوده کردم، لباسی تو را خیلی ناخوب کردم، چرا باری هم سرت نمی برداری؟ چرا باری هم قواق طرفی من نمی اندازی؟ گفت مادر عزیز، گفت من یاد دارم که وقتی که زمان خورد بودم بدن تو را خیلی آلوده نجاست کرده بودم. من زمانهای خورد بدن گفت بدن تو را از نجاست و از پیشابم آلوده میکردم. بار تو اف نگفتی. الله میگد ولا تقل لهما افین، بالای پدر و مادر اف نگو. من همون کلمه الله را، همون جمله الله را برای خود شعار شماریدم. اف بالای این کاری کردگی تو نگفتم، زیرا که تو زمان خوردی مندم این گونه معامله را دیده بودی. این پروردگار در قرآن چه برنامه های تربیوی دارد؟ و بالوالدین احسانا، با پدر و مادرت چیکار کن؟ با پدر و مادرت نیکویی کن. امروز در دنیای غرب، امروز ما برنامه های تلویزیونی بسیار گوش میکنیم، میبینن که پدر کمتر اگر احوالش بد شد، کمتر اگر بیماریش درست دراز شد، وقتی که فرزندش که مانده شد فریاد میکند دکتره اجازت از قانون است، او کالش کن میگه، او کالش میکنن جا به جا میکشنش، تمام اجازت است. جانش از پدرش خلاص. آیا ایرا اسلام قبول نداره؟ اسلام میگه تا دم آخران پدر با همراه پدر باش، با همراه مادر باش، مادر تا احترام کن. فاما الیتیم فلا تقهر. دیگر برنامه پروردگار را تماشا کنید در قرآن. فاما الیتیم فلا تقهر. ای مردم، آن فرزندهایی که پدرهاشون از دنیا میگذرن و یتیمن، مثل فرزند خودت احترامشان کن. یتیمکا را به قدرشان رسیم. برای اونها عید آمده ایستاده است. مردم دولتمند سولتمند بیدار شوین. از اوی که پولاتون در راه عرقخوری و در کازینو و در قمار و در فاحشگی صرف میکنین، عید نزدیکی شد، در محلت یتیم بچه ها داری، رو از حال یتیم بچه ها خبر بگیر. همان کستون و بروک و لباس و بهترین چیزهایی که برای فرزندت میخری، برای او یتیم بچه بخر. الله میگوید ویم در برابر فرزندت احترام کو. این برنامه قرآنی است. فاما الیتیم فلا تقهر. دیگر برنامه قرآن شما تماشا کنید. و اما السائل فلا تنهر. پروردگار میگوید وقتی که بنده های من تلبنده شدند، بنده های من بیچاره و کمبودیدار که شدند و از شما چیز طلبیدند، شما بالای آنها سیاست و دوغ و پوپیسه نکنید، بلکه از مالتان چیزی به آنها نصیب گردانید. این برنامه قرآنی است. الله در قرآن میگوید دیگر برنامه و عاشرهن بالمعروف. ای مردم زندار، با زنهاتان ظلم نکنید، زنها را زیر لخت و کوب قرار ندهید، زنهاتان را احترام کنید، به قدر زنهاتان رسید. خداوند در دیگر برنامه قرآن میگوید ولا یغتب بعضکم بعضا. ای مردم یکدیگر تا غیبت نکن. ولا تجسسوا، تاریخ یکدیگر تا ورق نزن که همه شما کم بودی دارید. ورق یکدیگر تو نه، تاریخ یکدیگر تو نه ورق نزنید. این برنامه های قرآنی است. هزارها شکر به سوی خدا که خود حضرت ذات گفتند انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این ذکر، این قرآنی که ما به زمین فرستادیم، ما این پاسبانش خودمان هستیم. این ما نگاه و بین میکنیم.
این اگر تمام عالم دشمن قرآن شود، الله میگه این قرآن من تا قیامت میبرم. این قرآن تا قیامت پیرواش هیچ وقت نابود نمیشود. مصطفی را وعده داد الطاف حق، تو بمیری و نمیرد این سبق. مصطفی را وعده داد الطاف حق. میگوید وقتی رسول اکرم غمگین شدن که پروردگار من از دنیا میگذرم و این قرآن چی میشیده باشد، حال این قرآن چی میشیده باشد، الله چی گفت؟ مصطفی را وعده داد الطاف حق، تو بمیری و نمیرد این سبق. تو از دنیا میگذری، تو میمیری، تو زیر خاک میری، لیکن قرآن نمیمیرد. کس نتاند پیش و کم کردن در او، تو به از من حافظی دیگر مجو. الله چی میگوید؟ کس نداند پیش و کم کردن در او. خدا رحمت کند حضرت مولوی جلال الدین رومی را در مثنویش یاد میکند. کس نتاند پیش و کم کردن در او، هیچ کس نمیتاند که چگونه که انجیل عیسی را، تورات حضرت موسی را دیگرگون کردند، به خواهش خودشان کردند. هیچ کس نمیتواند قرآن دیگرگون کند. هیچ کس نمیتواند زبر او را زیر و زیر او را پیش کند. الله میگوید کسی اینا به قدر کرده میتوانند، نه در این یک زبر و پیش در آورده میتوانند. هر کسی که با قرآن چسبید، شما خودتان دیدین امروز نامشان به لعنت یاد میشود. کدام اونها امروز شهرت یافتند؟ از دوره های شوروی این جانب همون پیشواها و داهی هایی که داشتیم به قرآن چسبیدن، امروز چی دیدن؟ چه حال دیدن؟ همون برای تمامی همون دشمنان قرآن ان همین معامله ها خودش درس است. کس نتاند پیش و کم کردن در او، الله میگه تو به از من حافظی دیگر مجو. از من ده حافظی دیگر نجو. از من ده دیگر محافظت چی بهترین یافت نمی شود. الله میگوید من خود محافظتش میکنم تا قیامت باقیش داره ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی. الله گفت تا قیامت باقیش داره ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی. از نسخ دین نترس، از این دشمنان اسلام نترس، از دشمنهای قرآن نترس که من تا قیامت این قرآن من میبرم. این از پند قرآنی، این از برنامه های قرآنی. چی جای غلط دارد؟ چی جای نادرستی دارد؟ چی جای کجی دارد؟ چی جای دارد که ما و شما را برای نادرست اگر هدایت کرد؟ کجاش؟ نیست، جایی ندارد. الله گفتن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. الله میگوید این قرآن حق از باطل جدا میکند. این قرآن این کتابی است که حقیقت از غیر حقیقت جدا میکند، حرام از حلال جدا میکند. این همچنان کتاب است.